در رویاهایم دیدم که با خدا گفتگو می کنم. خدا پرسید: پس تو می خواهی با من گفتگو کنی؟ من در پاسخ گفتم: اگر وقت دارید. خدا خندید و گفت: وقت من بسیار است. پرسیدم: چه چیز بشر تو را سخت متعجب می سازد؟ خدا پاسخ داد: کودکیشان. این که آنها از کودکیشان خسته می شوند و عجله دارند که بزرگ شوند و دوباره بعد از مدتها آرزو می کنند باز کودک شوند. این که آنها سلامتی خود را از دست می دهند تا پول به دست آورند، بعد پول خود را از دست می دهند تا سلامتی از دست رفتهشان را باز جویند. این که با اضطراب به آینده می نگرند و حال خیش را فراموش می کنند. بنابراین نه در حال زندگی می کنند و نه در آینده. این که آنها به گونه‌ای زندگی می کنند که گویی هرگز نمی میرند و به گونه‌ای می میرند که انگار هرگز نزیستند. دستهای خدا دستانم را گرفت. مدتی سکوت کردیم و من دوباره پرسیدم: به عنوان پدر می‌خواهی کدام درس‌های زندگی را فرزندانت بیاموزند؟ خدا گفت: بیاموزند که آنها نمی‌توانند کسی را وادار کنند که عاشقشان باشد. همه کاری که آنها می‌توانند بکنند این است که اجازه دهند خودشان دوست داشته باشند. بیاموزند که درست نیست خودشان را با دیگران مقایسه کنند. بیاموزند که فقط چند ثانیه طول می‌کشد تا زخم‌های عمیقی در قلب آنها که دوستشان داریم ایجاد کنیم، اما سالها طول می‌کشد تا آن زخم‌ها را التیام بخشیم. بیاموزند که ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد، بلکه کسی است که به کمترین ها نیاز دارد. بیاموزند که دو نفر می توانند به یک نقطه نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند. بیاموزند که کافی نیست که فقط دیگران را ببخشند، بلکه خود را نیز باید بخشید. من با خضوع گفتم: از شما به خاطر این گفتگو سپاسگزارم. آیا چیز دیگری هست که دوست داشته باشید به فرزندانتان بگویید؟ خداوند لبخند زد و گفت: فقط این که بدانند من اینجا هستم همیشه.